پس عیسی به شاگردان گفت: امشب همه شما مرا ترک میکنید، چون که در نوشتجات آمده است: چوپان را میزنم و گوسفندان پراکنده میشوند. اما وقتی که زنده میشوم، پیش از آن که شما به ولایت جلیل بروید، من به آنجا میروم. پتروس به وی گفت: دیگران تو را ترک کنند هم، من هرگز این کار را نمی کنم. عیسی به وی گفت: به راستی به تو می گویم، خودی امشب هنوز خروس جیغ نزده تو 3 بار مرا انکار میکنی. اما پتروس گفت: نه، حتی اگر با تو مردنم لازم آید هم، هرگز تو را انکار نمی کنم. شاگردان دیگر نیز عیناً همین چیز را گفتند.